ای مردم، شما در تاریکی جهل و ظلمت و زیر ستم فرعون قرار داشتید. پس خداوند بر من منت نهاد و مرا علمی عطا فرمود تا بتوانم شما را از این جهالت برهانم و به راه راست هدایت کنم. ای موسی، آیا داناتر از تو هم روی زمین وجود دارد؟ نه، کسی وجود ندارد. من پیامبر خداوند هستم و او به من علم اعظم را عطا فرمود. ای موسی، علم اعظم آن است که در انحصار یک فرد درآید و یا مخصوص پیغمبری گردد. در روی زمین کسی هست که خدا او را به علمی بیش از علم تو بهره‌مند ساخته. تو کیستی که در این سرزمین خالی از صلح و سلام نام خداوند بر لبانت جاری است؟ من موسی هستم. موسی پیامبر بنی اسرائیل؟ بله، پیامبر بنی اسرائیل. ولی شما از کجا می‌دانید؟ آن کس که تو را نزد من فرستاده مرا آگاه کرد. موسی دریافت که این پیرمرد همان گم شده و مراد اوست. او خضر نبی بود. تو نمیتوانی با من بمانی. چگونه صبر خواهی کرد بر چیزهایی که از آن آگاهی نداری؟ به خواست خداوند مرا صابر خواهی دید و در هیچ امری نافرمانی تو را نخواهم کرد. پس اگر بخواهی پیروی من را کنی باید پیمان ببندی که از من علت هیچ امری را سوال نکنی تا در نهایت خودم برای تو حکمتش را بگویم و اگر پیمانت را شکستی از چرا او کشتی را سوراخ می‌کند؟ اکنون همه ما غرق می‌شویم. ای خضر، چه می‌کنی؟ چرا کشتی پر از مسافر را سوراخ می‌کنی؟ آیا می‌خواهی همه ما را غرق کنی؟ آیا جواب مردمی که ورود ما را گرامی داشتند و با ما مهربان بودند این است؟ مگر قول نداری که در کارهای من چون و چرا نکنی؟ من به تو گفتم که تحمل و شکیبایی لازم را نداری. قولم را فراموش کردم، مرا ببخش. قول میدهم بار آخرم باشد که درباره کارت سوال میکنم. فقط همین یک بار را میبخشم و بار دیگر از تو جدا خواهم شد. به نظر میرسد کسی در دهکده نیست. پس باید چه کنیم؟ در خانه ها را میزنیم و آب و غذا
برای این کار از آنها مزدی طلب می‌کردی تا با آن رفع گرسنگی کنی. ای موسی، تو پیمانت را شکستی و باید از هم جدا شوی. ولی آخر ولی ندارد. من گفتم که تو تحمل کارهای من را نداری. حال من حکمت این کارها را برای تو میگویم تا آگاه شوی. آن کشتی که من سوراخ کردم متعلق به نیازمندانی بود که در دریا کار میکردند و بدون آن زندگی ایشان امکان پذیر نبود. ولی پادشاه ستمگری در این سرزمین حکومت میکند که در جستجوی کشتیهای سالم است و آنها را به زور تصرف میکند. من تصمیم گرفتم آن کشتی را خراب کنم تا به صاحبان آن ارفاق و مهربانی کرده باشم و مأموران حاکم به خاطر عیبی که دارد آن را رها سازند. و این دیواری که تعمیرش کردیم به این جهت بود که طبق وحی پروردگار در زیر این دیوار گنج حلالی متعلق به 2 کودک یتیم وجود دارد که پدرشان برای آنها در اینجا دفن کرده تا به فرزندانش به ارث برسد. من خواستم این دیوار را حفظ کنم تا کودکان یتیم به وقتش این گنج را بیابند و با آن امور زندگی خود را بگذرانند. البته من هر چه کردم به امر پروردگار خود کردم و این تمام آن چیزی بود که تو توان تحملش را نداشتی. آه خداوندا، من چه کردم؟ مرا ببخش. حکمت تو بیمانند است و من ذره‌ای ناچیز در برابر علم و قدرت تو هستم. من به خود مغرور شده بودم، ولی اکنون دانستم که هیچ نمیدانم.